یوحنا باب 13. پیش از عید فیس، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا که از این جهان نزد پدر برود، او که منسوبان خود را در این جهان دوست می داشت، آنها را تا به آخر دوست داشت. و در وقت طعام شام که ابلیس قصد در دل یهودا ابن شمعون اسکریوت انداخته بود که او را تسلیم کند، و عیسی می دانست که پدر همه چیز را به دست او داده است و او از جانب خدا آمده بود و به سوی خدا می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کشید و دستمالی گرفته به کمر بست. بعد از آن به تغاره آب ریخته و شستن پایهای شاگردانش و خشکانیدن آنها با دستمالی که به کمرش بسته بود شروع نمود. چون نزد شمعون پتروس آمد، وی گفت: خداوند، تو پایهای مرا میشویی؟ عیسی در جواب وی گفت: آنچه من میکنم الحال نمیدانی، لیکن بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت: پایهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی به وی جواب داد: اگر تو را نشویم، تو را با من حصه نیست. شمعون پتروس به او گفت: خداوندا، نه تنها پایهای مرا بلکه نیز دستها و سر مرا بشوی. عیسی به وی گفت: کسی که غسل کرده است فقط به شستن پایهایش احتیاج دارد، چون که وی تماما پاک است. و شما پاک هستید، لیکن نه همه. زیرا که تسلیم کننده خود را می دانست، بنابراین گفت: نه همه پاک هستید. چون پایهای آنها را شست، لباس خود را پوشیده باز نشست و به آنها گفت: آیا می دانید که برای شما چی کردم؟ شما مرا استاد و خداوند می گویید و راست می گویید، زیرا که من چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند هستم پایهای شما را شستم، شما هم باید پایهای یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه نشان دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. به راستی به شما میگویم، غلام از آقای خود بزرگتر نیست و رسول بزرگتر از فرستنده خود نیست. هرگاه این را دانستید، خوشا شما اگر این را به عمل آورید. درباره همه شما نمیگویم، آنهایی را که برگزیدم میدانم، لیکن این نوشته باید به عمل آید: آن که با من نان میخورد پاشنه خود را بر من بلند کرده است. الحال پیش از وقوع به شما میگویم، تا که هنگام واقع شدنش باور کنید که این من هستم. به راستی به شما میگویم، هر که فرستاده مرا قبول کند مرا قبول میکند، و هر که مرا قبول کند فرستنده مرا قبول میکند. چون عیسی این را گفت، در روح مضطرب شد و شهادت داده گفت: به راستی به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. شاگردان به یکدیگر نگاه کرده در حیرت شدند که این را درباره کی میگوید. یکی از شاگردانش بود که بر صندوق سینه عیسی تکیه میزد. عیسی وی را دوست می داشت. شمعون پتروس به وی اشارت کرد تا بپرسد آن کیست که در حقش چنین گفت. وی همچنان بر صندوق سینه عیسی تکیه زده پرسید: خداوندا، آن کیست؟ عیسی جواب داد: آن است که لقمه نان را غوطانده به وی میدهم. و لقمه را غوطانده به یهودا ابن شمعون اسکریوت داد. پس از آن که لقمه را گرفت، شیطان در وی داخل شد. آنگاه عیسی به وی گفت: آنچه میکنی به زودی بکن. لیکن از نشستگان هیچ کس نفهمید که چرا به وی چنین گفت. بعضیها گمان کردند که چون همیان در دست یهوداست، عیسی به وی فرمود که هرچی برای عید به ما لازم است خرید کند یا که چیزی به مسکینان بدهد. وی لقمه را گرفته در حال بیرون رفت و شب بود. چون وی بیرون رفت، عیسی گفت: الحال پسر آدم جلال یافت و خدا در او جلال یافت.
اگر خدا در او جلال یافت، خدا نیز او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد. ای فرزندان، باز مدت کمی با شما هستم. شما مرا جستجو خواهید کرد و چنان که به یهودیان گفتم اکنون به شما نیز میگویم: به آن جایی که من میروم شما نمی توانید بیایید. و شما حکم تازه میدهم که یکدیگر را دوست دارید. چنان که من شما را دوست داشتم شما نیز یکدیگر را دوست دارید. از روی همین همه خواهند دانست که شاگردان من هستید، اگر یکدیگر را دوست دارید. شمعون پتروس به او گفت: خداوندا، کجا می روی؟ عیسی به وی جواب داد: به آن جایی که من می روم الحال نمی توانی از عقب من بیایی، لیکن بعد از آن از عقب من خواهی آمد. پتروس به او گفت: خداوندا، چرا الحال از عقب تو نمی توانم بیایم؟ جان خود را برای تو فدا خواهم کرد. عیسی به وی جواب داد: جان خود را برای من فدا خواهی کرد؟ براستی به تو میگویم پیش از آن که خروس بانگ زند مرا 3 بار این کار خواهی کرد.